روزنگار رواقیگری. نویسندگان رایان هالیدی، استیون هانسلمن. گوینده لیلا ادیبان. کاری از سینگل شات. یکم ژانویه، کنترل و انتخاب. وظیفه اصلی ما در زندگی این است: شناسایی و دسته‌بندی مسائل به نحوی که بتوانیم شفاف به خودمان بگوییم کدام دسته اتفاقات خارج از کنترل ما هستند و کدام دسته با انتخاب‌های در کنترل ما مرتبط هستند. سپس کجا دنبال خوب و بد خواهیم بود؟ به اتفاقات خارج از کنترل کاری نخواهیم داشت، اما درون خودمان و در انتخاب‌های خودمان در جستجوی خوب و بد خواهیم بود. اپیکتتوس، گفتارها. مهمترین تمرین در فلسفه رواقی تمایز بین آنچه می توانیم تغییرش دهیم و آنچه نمی توانیم است. چیزهایی که بر آنها تأثیر می‌گذاریم و چیزهایی که بر آنها تأثیری نمی‌گذاریم. اگر پروازی به خاطر بدی آب و هوا تأخیر دارد، داد زدن سر نماینده هواپیمایی طوفان را متوقف نمی‌کند. 100 سال آرزو کردن هم شما را قد بلندتر، کوتاه‌تر یا متولدی کشور دیگری نمی‌کند. هر قدر هم تلاش کنید، نمی توانید کسی را مجبور کنید شما را بپسندد. نیز بالاتر از همه، زمانی را که صرف فکر کردن به چنین چیزهای تغییر ناپذیری کرده اید، صرف چیزی نشده است که می توانیم آن را تغییر دهیم. در گروه‌های بهبودیابی تمرینی هست به نام دعای آرامش. خداوندا، به من آرامشی عطا کن تا بپذیرم آنچه را نمیتوانم تغییر دهم. شجاعتی تا تغییر دهم آنچه را میتوانم و دانشی تا تفاوت این دو را بشناسم. معتادها نمیتوانند بدرفتاری هایی را که در دوران کودکی تجربه کردند تغییر دهند. نمی توانند انتخاب‌های قبلی خود یا آزاری را که به دیگران رساندند خنثی کنند. اما می توانند با قدرتی که اکنون دارند آینده را تغییر دهند. همانطور که اپیکتتوس گفت، می توانند انتخاب‌های امروزشان را کنترل کنند. این قضیه امروز در خصوص ما هم صادق است. اگر بتوانیم مشخص کنیم کدام قسمت از روزمان در اختیار ما هست و کدام قسمت نیست، نه تنها شادتر خواهیم بود، بلکه در مقایسه با افرادی که متوجه نیستند، دارند در مسافی بدون امکان پیروزی می جنگند، برتری آشکاری خواهیم داشت. 2 ژانویه. دانش مترادف با آزادی است. میوه این آموزه ها چیست؟ زیباترین و بهترین محصول دانش آموز واقعی، آرامش، شجاعت و آزادی. نباید کسانی را باور کنیم که میگویند فقط غیر برده ها می توانند تحصیل کنند. باید به گفته عشاق دانش گوش بسپاریم که معتقدند فقط تحصیل کردگان از بردگی رهایی می‌یابند. اپیکتتوس، گفتارها. چرا این کتاب را انتخاب کردید؟ اصلاً چرا کتاب را انتخاب کردید؟ مسلماً نه فقط برای اینکه باهوشتر به نظر برسید یا برای وقت گذراندن در هواپیما یا برای شنیدن آنچه دوست دارید بشنوید. چون برای این اهداف انتخاب‌های آسان‌تر از کتاب خواندن وجود دارند. خیر، این کتاب را انتخاب کردید چون در حال آموختن چگونه زندگی کردن هستید. چون می‌خواهید آزادتر باشید، ترس نداشته باشید و به آرامش برسید. آموختن
یعنی خواندن و تفکر کردن درباره خرد انسان‌های بزرگ هدف دارد. روزهایی که حس می کنید حواستان پرت شده است و ترجیح می دهید به جای کتاب خواندن یا مطالعه فلسفه تلویزیون نگاه کنید و غذای حاضری بخورید، این قاعده را به خودتان یادآوری کنید. دانش و به طور خاص خودشناسی مترادف است با آزادی. 3 ژانویه، در مقابل چیزهایی که اهمیت ندارند بی‌رحم باشید. چه زیادند کسانی که باعث شده‌اند زندگیتان هدر برود، در حالی که خودتان مطلع نبودید چه چیزی را از دست می دهید. چه زیادند لحظاتی که زندگی را در غصه‌های بیهوده، شادی‌های احمقانه، آرزوهای طمع‌کارانه و سرگرمی‌های اجتماعی تلف کرده اید. نیز چقدر مقداری از زندگی که برای خودتان باقی مانده است کم است. روزی متوجه خواهید شد دارید پیش از موعد می‌میرید. سنکا در باب کوتاهی عمر. یکی از سخت‌ترین کارها در زندگی نگفتن است. به دعوت‌ها، به درخواست‌ها، به اجبارها، به همه کارهایی که دیگران می‌کنند. از این سخت‌تر نگفتن به برخی احساسات وقتگیر است. عصبانیت، هیجان، حواس پرتی، علاقه افراطی، شهوت. هیچ کدام از این تکانه‌ها به تنهایی چیز خاصی نیستند، اما وقتی از کنترل خارج بشوند به شکل مشغله در می‌آیند. اگر مراقب نباشید، این تکانه‌ها بر شما غلبه می‌کنند و زندگیتان را از بین می‌برند. آیا تا به حال فکر کرده اید چطور می‌توانید مقداری از زمانتان را برگردانید و چطور کمتر احساس پرمشغلگی کنید؟ با یادگیری نگفتن شروع کنید. مثل نه متشکرم و نه من نمی‌خواهم گرفتار این موضوع شوم و نه الان برایم مقدور نیست. این کار شاید ناراحتی هایی به وجود بیاورد. شاید جماعتی را از ما زده کند. شاید کار سختی باشد، اما هرچه بیشتر به چیزهای بی اهمیت نبگویید، بیشتر به موارد مهم بله خواهید گفت. این کار کمکتان می کند همانطور که خودتان می خواهید زندگی کنید و از آن لذت ببرید. 4 ژانویه، 3 اصل مهم. تمام آنچه لازم دارید اینها هستند: اطمینان از قضاوت در زمان حال، عمل برای خیر عموم در زمان حال و نوعی رفتار قدرشناسانه در زمان حال نسبت به هر چه در مسیرتان قرار می‌گیرد. مارکوس اورلیوس، تأملات. ادراک، عمل، اراده. اینها 3 شاخه اصلی و همپوشان رواقیگری و نام بخش‌های همین کتاب و سفر 1 ساله‌ای که شروع کرده این هستند. مسلماً چیزهای بیشتری راجع به این فلسفه وجود دارد و می توانیم ساعتها درباره اعتقادات رواقیون مختلف صحبت کنیم. هراکلیتوس چنین عقیده‌ای داشت. زنون که در شهر سیتیوم در قبرس متولد شد، چنین باوری داشت. اما آیا چنین نکاتی به کار امور روزمره‌تان خواهند آمد؟ آیا مسائل پیش پا افتاده برایتان شفافیت فکری به ارمغان می‌آورد؟ این یادآوری کوچک 3 مورد از اساسی ترین قسمت‌های فلسفه رواقی را برای شما خلاصه می‌کند که ارزش آن را دارد تا هر روز و بر سر هر تصمیمی همراه خودتان داشته باشید. ادراکتان را کنترل کنید. اعمالتان را به شکل صحیح مدیریت کنید. با اراده خود آنچه را خارج از توانتان است بپذیرید. همه آنچه لازم داریم همین است. 5 ژانویه،
اهدافتان را شفاف کنید. سعی کنید آن مقصد را در نظر داشته باشید. درک نادرست از چیزهایی که افراد را تحت فشار قرار می دهند، ایشان را اذیت می کند، نه کار و فعالیت. سنکا در باب آرامش ذهن. قانون شماره 29 از کتاب 48 قانون قدرت این است: مسیر را تا انتها برنامه ریزی کنید. رابرت گرین در کتابش می نویسد: با برنامه ریزی کل مسیر، اتفاقات بر شما چیره نمی شوند و خواهید دانست چه زمانی دست از کار بکشید. به آرامی تقدیر را هدایت کنید و آینده را با آینده نگری تعیین کنید. دومین عادت در 7 عادت مردمان مؤثر این است: مسیر را با در نظر گرفتن هدفی نهایی آغاز کنید. داشتن هدفی نهایی در ذهن ضامن رسیدن به آن نیست. در حقیقت هیچ رواقی چنین حرفی را تحمل نمی کند، اما نداشتن چنین هدفی در ذهن ضامن نرسیدن به آن خواهد بود. در نظر رواقیون، اویسیس یا درک نادرست نه تنها باعث ناراحتی روحی می شود، بلکه به افعال و زندگی آشفته و ناکارآمد هم منجر خواهد شد. هنگامی که تلاش‌هایتان در جهت هدف یا مقصدی نیستند، چطور می توانید تصمیم بگیرید چه کار کنید؟ چگونه خواهید فهمید دیگر کافی است به هدفتان رسیده اید یا از مسیر خارج شده اید اگر هیچ وقت تعریف نکرده باشید آن هدف و مسیر کدام است؟ پاسخ این است که نخواهید توانست. در نتیجه محکوم به شکست یا بدتر از آن محکوم به دیوانگی حاصل از بی‌هدفی خواهید بود. 6 ژانویه. کجا، چه کسی، چه چیزی و چرا؟ کسی که نمی‌داند جهان چیست، جایگاه خود را نخواهد فهمید. کسی که در زندگی هدف خودش را نداند، خود را نخواهد شناخت و به شناخت جهان هم نخواهد رسید. کسی که هیچ کدام از اینها را نداند، نخواهد فهمید چرا به این جهان آمده است. پس نسبت به انسان‌هایی که طالب یا تارک ستایش کسانی اند که خود دانشی از جایگاه و کیستی خودشان ندارند، چه دیدگاهی داشته باشیم؟ مارکوس اورلیوس، تأملات. طنزپرداز فقید میچ هدبرگ داستان شیرینی داشت که در اجرایش نقل می کرد. هنگامی که در انتظار مصاحبه رادیویی زنده بود، اپراتور رادیو از او پرسید: شما کی هستید؟ در آن لحظه هدبرگ از خودش پرسید: این آدم واقعاً متفکر است یا من آدرس را اشتباه آمدم؟ تا به حال چند بار از ما پرسیدند چه کسی هستید یا شغلتان چیست یا اهل کجایید؟ معمولاً یا به این سوال توجه نمی کنیم یا چون به نظرمان سوالی سطحی می آید جوابی سطحی هم به آن می دهیم. اما اگر افراد را مجبور کنیم اکثراً قادر نخواهند بود به این پرسش ها پاسخی بنیادی بدهند. آیا خود شما می توانید؟ آیا زمانی را صرف تفکر به این سوال کرده اید که چه کسی هستید و چه هدفی دارید؟ یا مشغول دنبال کردن چیزهای بی اهمیت، تقلید از دوستان ناباب یا در پی راه‌های ناامید کننده بی ثمر یا تخیلی هستید؟ 7 ژانویه. 7 عملکرد واضح ذهن. کار ذهن شامل فرایندهای انتخاب کردن، امتناع کردن، میل داشتن، دوری کردن، آماده سازی، هدف داشتن و رضایت دادن می شود. پس چه چیزی عملکرد صحیح ذهن را آلوده و مختل می کند؟ فقط تصمیمات اشتباه خودش. اپیکتتوس، گفتارها. بیایید هر کدام از این فرایندها را تجزیه کنیم. انتخاب کردن، عمل و تفکر درست.
امتناع کردن از وسوسه ها. میل داشتن به بهتر بودن. دوری کردن از بدبینی، از دوستان ناباب یا هر آنچه صحیح نیست. آماده سازی برای آنچه پیش رو دارید و اتفاقاتی که رخ خواهند داد. هدف داشتن به عنوان اصل هدایت کننده و بالاترین اولویت. رضایت دادن به آزادی از فریب خود درباره چیزهایی که در کنترل و خارج از کنترلمان است و پذیرش دومی. این کاری است که ذهن وظیفه دارد انجام بدهد. باید مراقب باشیم به وظیفه خودش عمل کند و هر چیزی غیر از این را آلودگی یا فساد بدانیم.